آیا می دانستید که ارومیه در 430 سال پیش مرکز امارت کردهای برادستی بوده است که به آن امارت برادست می گفتند؟ امیرخان برادستی، معروف به لپزرین، حاکمیت امارت کردی برادست را بر عهده داشت. وی با حمایت‌های کردهای برادست ارومیه بر سلماس و اوشنویه به مرکزیت ارومیه حکمرانی می‌کرد. در کتاب تاریخ افشار از رشید افشار از حکومت امیرخان برادستی به وضوح حرف زده شده است. آیا می دانستید که ارومیه در 430 سال پیش مرکز امارت کردهای برادستی بوده است که به